حلیمه صمد و سکنی 78 ساله شهر خوجند است. وی از ایام بچگیش تا به امروز رویمالدوزی میکند. رویمال‌های او دستی دوز بوده. هر یک زخم و نقشی با سوزن آفریده‌اش یک جهان معنی دارد. شوق و خواهش دوختن رویمال در خانه حلیمه از خردی پیدا شده است. این کسب به وی از مادر و مادرکلانش میراث مانده است. در گذشته بیشتر دختران کسب و هنر مادر و مادرکلانشان را می‌آموختند تا در زندگی توسط مهنت یک برده نانی خود را یافته خورند. میگوید این زنی نورانی. برای داماد میگیرم میبیام اکو همی ها من ویمه میشنوم. من این دام هموشون با دختراشون با من دخته دادگی اهمی. یار دوست خودم ما دختگی. مثال من شما مادرتان افلان چی گفتم گم و یا بو همی خیلی وکده. اومده اهمی خانه گرون میبرم اکو من بازار با نمیبرم. متریل همین نه یک کس گرون میبیام حالا که تلفن میکنن. من رسوم که هوشه کشونده آورده میتیم من به من نسان دختر میشنم من پولش میگیرم این نوشه رسوم کش خودم میکرم پیشتر اکو چشمان باید نگوید همه های کشونده گرون میبیام و یا این من متریلش قیمت جدویم اکو قن گرون میبیاد این ها. حلیمه خالا بجز از رویمالدوزی هنرهای دیگر را هم میداند. به مثال تاقی‌دوزی، قراق‌دوزی، جیهک‌دوزی، حتی شیم و کاستوم هم دوخته میتواند. انا این تاقی و قراق‌های دوخته‌اش را 40 سال باز نگاه میدارد و دخترکان محل نیز این کسب را میآموزد. دوره‌های جوانیش در فابریکه دوزندگی به نام کروپسکای گذشته است. سابقه 25 ساله دوزندگی دارد. بهار با بالی کتب برانده همش به من این فیصدی کده میتیم دوستامگو اشکم میدوزده گریخته میبرود نمیکند و پیشترانگی اکن واها بود میدوخت واها اکن واها هموشان شوها کرده برفتگی من 25 سال وای با کار کردم شوینی فابریک به من اونجا ها من اچنیک بروادگی هموشان برفتگی اکن این یکتا خودم برای اکن خودم وای کردم اوره کره همین خودم ارمخ کده میشنم ده اکن. حلیمه صمد و بیشتر رویمال‌های دامادی می‌دوزد. بعضا فرمایشگران متا و رشته‌های تیار را به این زنی هنرمند آورده می‌دهد. رزق و روزی حلیمه خالا از پی رویمالدوزی است. هنر او را از تنهایی رهایی می‌کند و گذشتن وقت را کمتر احساس می‌نماید. این نرخش هر خیل گوید بچم. این متریال قیمت. همین تو 70 سومون شده که من یک مترش من یک متر میکنم یک ده. خودشون کده میبیان تو من اینجاش دوخته آورده میتیم ولی من این متریال می آوردگی که اکو همونو یاردم کنیم مهو گفته گوید آورده میتیم من یک مترش 70 سومون اینه همین توبه اکو 120 130 گرم برخصدیم اکو تو بیشموش آورده میتیم دیوای اوور. نرخ رویمال‌های دوخته حلیمه خالا از متا وابسته می باشد. وی میگوید که رویمال‌هایش از 50 سومانی تا 120 سومانی ارزش دارد. این زنی 78 ساله ناوابسته از کم قوتی و کم نوری بودن چشمانش هنوز هم مهنت میکند تا از هنر و سحر دستانی وی مردم بهره گیرند. گزارش گنجین عالم و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.